بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. میخوایم توی این قسمت اعداد 11 تا میلیون رو بهتون یاد بدیم و چند تا تمرین داریم که شما توی کامنت ها جواب میدید و میخوام ببینم که چقدر این مطالب رو یاد گرفتید که حتما با این آموزش های ساده و کاربردی حتما خیلی از شما دوستان عزیز با این مقدار تمرین و تکرار حتما همه رو یاد میگیرید. بله، عدد 11 ما توی عربی و ترتیب کلمات توی عربی توی اعداد مخصوصا اینطوریه که ما اعداد رو اول یکان رو میگن، بعد دهگان و توی اعداد بالاتر هم اول صدگان و همین ترتیب رعایت میشه، اول یکان، صدگان، یکان و دهگان. همونطور که حالا توی ادامه مبحث شما متوجه خواهید شد که منظور چیه. عدد مد نظر ما 11 میشه 11 یا 11. خب 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 و 18 18 18 19 19 20 20 و همینطور میره بالاتر میشه 21 21 22 22 23 23 24 24 26 26 27 27 28 28 29 29 و میرسیم به 30 30. همینجوری میره بالاتر عدد که حالا شما مفردش رو یاد گرفتید یکانشو میریم برای دهگان 40 50 60 70 80 90 و 100. برای 100 شما دوباره همینطور که عرض کردم برای عدد یعنی بالاتر از 100، حالا مثلا در فرض مثال 120 120 121 شما توی کامنت بفرمایید عدد 155 چی میشه با توجه به آموزشی که الان یاد گرفتید. بعد ارزم به حضورتون عدد 190 هم میتونید توی کامنت ها بنویسید. هر عددی که بالاتر از 100 باشه، حتی هر عددی که شما مد نظرتون هست رو توی کامنت ها بنویسید. من نگاه میکنم، جواب درستش رو اگر که درست باشه لایک دریافت کنید و اگر که اشتباه گفته باشید هم کمکتون میکنم که درستش رو یاد بگیرید. هیچ مسئله نیست. کم کم با تمرین و تکرار شما میتونید همه چیز رو یاد بگیرید. شما که از اول آموزش ندیدید، کم کم با آموزش و تمرین و تکرار همه چی رو یاد بگیرید. به سادگی. اصلا نگران نباشید. عرضم به حضورتون که و میرسیم به میلیون. میلیون همون میلیون فرق نمیکنه. میلیون، میلیونین، 3 ملايين، 4 ملايين، 5 ملايين، 6 ملايين، 7 ملايين، 8 ملايين، 9 ملايين، 10 ملايين. خب شما مثلا توی کامنت برام بگید که عدد 1,250,000 چی میشه. خب به عنوان تمرین که تمرین بکنید، تکرار بکنید و توی ذهنتون بسپارید. عرضم به حضورتون که به همین سادگی شما میتونید که اعداد رو یاد گرفتید و اونا رو با تمرین و تکرار به خاطرتون بسپارید. موفق و مؤید باشید، کامنت بذارید، حتما لایک بکنید و کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید تا آموزش‌های بعدی رو به شما نشون بده. موفق و مؤید باشید.